سلام، خوبید؟ دوستان امروز هوس کردیم یه سبزی پلو ماهی بخوریم. بعد رفتیم ماهی زنده گرفتیم، دادیم همونجا، شستن، خوردش کردن، آماده کردن، آوردن، منم ادویجاتش رو زدم. تا حالا دیدید ماهی که تمیز شده هیچی دیگه از داخل شکمش نداره، همه چی شده کشیدیم بیرون، خورد شده، نبضش اینطوری بزنه؟ این بعد از این حرکتی که ماهی تکه تکه شده و آماده واسه طبخه، این عمل چیه که نبض ماهی بزنه؟ نگاه کنید، هنوز انگار ماهی زنده است، قشنگ داره میزنه. و این هرکی میدونه اسم این عمل چیه لطفا بگه. نگاه کنید، یه سری هم اینجاست، نبض ماهی داره هنوز میزنه. جزو عجایبه، تا حالا ندیده بودم، فیلمشو گرفتم ببینید. تو رو خدا نگاه کنید، با اینو ما بخوریم نخوریم؟ چه کارش کنیم لطفا بگید. موادم زدیم، تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. تو کامنت ها بنویسید این عمل چیه؟ ماهی که تکه تکه شده آماده واسه طبخه، چرا باید اینجوری بشه؟ میشه بخوریمش؟